سوال دیگری که در پیش من هست، اینجا سوال دادن که دردی وسواس داریم. دردی وسواس داریم. دردی وسواس برادر عزیز میدونین که دردی وسواس یک دردی است که خلاص یک آدم دویم همین فکر میکنه که مثال همین لباسش بی نمازه، یا وقتی در این نماز میدراید فکر میکند که طهارت نداره، یا اینکه دویم حس میکنه که همین یک بوی بد از تنم بیرون میشود، یا در نمازه که فکر میکنه که پیشابش ریخت. خلاص اینها را دردهای وسواس میگن. برادرای عزیز و خواهرای خیلی مهربان، هرگاهی که ما در همین درد مبتلا میشیم، شما یک چیز فراموش نکنید که شیطان بسیار دشمن قوی است. شیطان بسیار دشمن قوی است. این هیچگاه ما را ترکم نمیکند، زیرا این در پیش خداوند عهد گرفت، پیمان گرفت که مهلتش داد الله مهربان تا روزی که فرزند آدم، تا روزی که قیامت هست، این شیطان مردود ملعون عهد گرفت که من که از پشت فرزند آدم از درگاه تو، از نزد تو که رانده شدم، من اینها را مقصد اغوا می اندازم. ببین بعضی کارهای زیشت و بعضی بگیم نافرمانی ها را در نزد چشماشون جلوه میتونم. اینها را مقصد من وسواس میکنم. این همی وسواس هایی که هست همه از طرف شیطانه، یعنی از طرف جینه. برای همین خواهرها برادر عزیز، وقتی که همین درد شما در خودتون احساس کردین، شما فقط با اراده هاتون، شما دائم پای به طهارت گشتن. ولی ببینید شما میتونید که هر گاهی که همین وسواس در دلت آمد، خیز برای طهارت کن، یا قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس در دستت بخوان، در تمام بدنت بمان. یا اینکه ذکرهای سحر بیگاه حتما بکنین، همین ها را دسترس کنین. در کتابخانه ها هست، بیاورین ذکرهای سحر بیگاه، نیم ساعت ای سحر، نیم ساعت ای بیگاه، زور وقت بگیره، نیم ساعت میگیره. همین ها را بکنین برادران. این معالجه همین دردهای بگیم همین جنوره همینه. و همچنان پای به طهارت گشتن و قرآن خواندن. بعد در گوش هاتون شکر در همی تلفن ها هم از همون بگیم مارکت هایی که مگزین هایی که هست در همی اینترنت ها، شما رقیه مقصد بنویسین، حافظه قرآن های بسیار مشهور در همونجا بیرون می شود. یک تکش انتخاب کنین، همون مقصد در داخل تلفناتون گذارین، با طریق همون نوشنیکا که در گوش میگذارن دائم گوش کنین. انشاءالله این را همین معالجهش خواهرها و برادر عزیز همینه. حتی در جاگاه خوابتم که خواب کردی، گوش دمون خواب کن، یکون گناهی نداره. همین دور کردن وسواس علاجش همینه.